خب من سلام میکنم به همگی. شکوفه هستم. ممنونم از همتون که توی این اسپیس اومدید. جلسه دهم، قسمت دهم ما از مجموعه گفتگوهای حلقه های ایستادگی و امید هست. اگر که قبلا توی این جلسات شرکت کردید حتما میدونید که ما این جلسات رو جوری داریم طراحی میکنیم که در واقع مثل حلقه هایی باشن که به همدیگه وصل میشن و هر جلسه قبلی خودش رو کامل تر میکنه با نگاه های مختلف و زاویه های مختلف. به موضوع امید در واقع شروع کردیم پرداختن. از سوگ جمعی حرف زدیم، از افسردگی اجتماعی حرف زدیم، رسیدیم به این که اصلا امید یعنی چی، کنش جمعی در رابطه با امید یعنی چی. و الان چند جلسه ایه که داریم درباره گفتگو، دیالوگ کردن، مخصوصا توی وضعیت بسیار بغرنج این روزها، بسیار قطبی شده این روزها داریم صحبت میکنیم که اصلا چجوری میشه امکان گفتگو رو پیدا کرد توی این وضعیت. قسمت در واقع دهم، این جلسه ای که امروز در خدمتتون هستیم با دکتر مینا اورنگ عزیز رو میخوایم اختصاص بدیم به مسئله شنیدن بیشتر از هر چیزی، به مهارت شنیدن و اینکه در واقع شرایطی که امروز هستیم و این تنشی که وجود داره، مرزبندی های شدیدی که وجود داره، به این سوالات جواب بدیم که ما اصلا چرا دیگه نمیتونیم همدیگه رو بشنویم. یعنی حتی اون نقطه اولیه داستان رو هم نمیتونیم از سر بگذرونیم. و قبل از اینکه اصلا کسی حرفش رو تموم بکنه، کسی که مقابل ما نشسته، خیلی وقتا ما بیشتر از هر چیزی شاید آماده اینیم که پاسخ اون فرد رو بدیم. پیشا پیش تصمیممون رو گرفتیم، شاید پیشا پیش میخوایم که اون فرد رو رد بکنیم قبل از اینکه بشنویمش. و اینکه خب مسلما این پیچیدگی ها جزئیاتی داره که باید راجبش صحبت بشه. و همونجور که گفتم در کنار مینا اورنگ عزیز هستیم. ایشون روانشناس و تروما درمانگر هستند و امروز قراره که از زاویه روانشناسی به مسئله شنیدن، گفتگو و شکاف‌های اجتماعی نگاه کنیم با کمک مینا جان. و قبل از اینکه شروع بکنیم یه سری در واقع اصول جلسه رو که همیشه اول جلسه یادآوری میکنیم رو من خدمتتون بگم. یکی اینکه برنامه ضبط میشه و بعداً در واقع خود کل برنامه رو که پخش میکنیم، منتشر میکنیم، قسمت‌هایش رو هم میتونید روی سوشال میدیای وندات ببینید. همینجا توی پرانتز ازتون خواهش میکنم و دعوت میکنم که بیاید فضاهای سوشال میدیای وندات رو دنبال بکنید و توی این گفتگوها سهیم باشید. ما خیلی دوست داریم که این ارتباط یک طرفه نباشه، یه گفتگویی بین ما زمان خوبی رو آخر جلسه اختصاص خواهیم داد برای اینکه صحبت رو بشنویم از اینا جان، نظرات خودتون رو همینطور. این فضای گفتگو مسلما اختلاف نظر بین اکثر ما میتونه وجود داشته باشه، ولی لحنمون باید که محترمانه باشه، جایی برای در واقع حذف صدای همدیگه نداشته باشیم و جایی برای خشونت کلامی تو این فضا وجود نداره. و در نهایت هم این رو خدمتتون بگم که نظر مهمانان و شرکت کنندگان الزاماً دیدگاه مجموعه ونداد نیست و نظر شخصی خودشونه. من یه چکی با عاطفه جان بکنم ببینم که آیا عاطفه برگشته و ما صداش رو داریم یا نه. عاطفه جان میتونی یه تستی بکنیم؟ خب هنوز صدای عاطفه رو نداریم. من سعی میکنم دوباره عاطفه رو دعوت بکنم ببینیم درست میشه یا نه.
عاطفه جان، من الان شما رو به عنوان اسپیکر میبینم. یه تست صدا بزنین لطفا. صدای من درست شد؟ مشکل که داشت الان به نظر خوب میاد. فکر میکنم درست شده باشه. بعد ببخشید، عذر میخوام از همه شنوندگان. خب فکر میکنم دیگه شکوفه جان بریم سراغ سوالات اگر موافقین، چون حتما. فکر میکنم که نکته ها رو شما گفتین. متشکرم. سلام خانم اورنگ، خیلی خوشحالیم که کنار شما هستیم. اگه برای شروع حرفی سخنی با مخاطبان دارین بفرمایید. سلام عاطفه جان، من فکر میکنم یه بخشی از صحبت شما و فکر میکنم شکوفه جان هستن رو از دست دادم. فکر میکنم منم مشکل اینترنت دارم چون صدا نداشتم. نمیدونم مشکل اینترنت منه یا از طرف شما دوباره بود. مینا جان، صحبتهای من رو هم نمیشنیدید یا فقط صحبتهای عاطفه رو نشنیدید؟ یه بخشی از صحبت شما رو هم فکر کنم کلا دیگه من نمیشنیدم هیچ صدایی. فکر کنم توی گروه امیدوارم بودم ولی نمیشنیدم. امیدوارم که الان مشکل حل شده باشه. بقیه دوستان هم بهمون خبر بدن اگر که صدا خوب نمیاد برامون کامنت بذارید یا با تامز آپ تامز داون بهمون نشون بدید. ممنون. مرسی، خیلی ممنون. حالا امیدوارم اون بخشی که نشنیدم خیلی چیز زیادی رو از دست نداده باشم. اگه لازمه لطفا دوباره تکرار بکنید. و بر همین یه مقدار احساس میکنم الان بی مقدمه است. نمیدونم شما قبل از این چی گفتید و من بعد الان چی بگم. میشه دوباره تکرار بکنید؟ آره مینا جان، من فقط نکات اولیه‌ای که همیشه در واقع اول جلساتمون توضیح میدیم برای دوستانی که شاید جلسات قبلی نبودن، اونا رو در واقع تکرار بوده، چیزایی که خودتون قبلا شنیدید. آره نکته درست. نبوده. از جای عاطفه شروع کرد که در واقع خواستیم که شما اگه دوست دارید سلامی بگید، اگه نکته‌ای دارید برای شروع از اونجا شروع بکنیم و بعد بریم سراغ سوالا. اوکی ممنون، خیلی ممنون. سلام به همه دوستایی که توی لایو هستن و دوستای دیگه که بعداً گوش میدن و همراه میشن. به هر حال مرسی از دعوتتون، از اینکه دوباره مجله ونداد داره این فرصت رو به من میده، به اضافه اینکه به این موضوع مهم دارید میپردازید همچنان. خیلی خوشحال هستم که همراهتون هستم و خب موضوع به هر حال فکر می‌کنم یکی از مهمترین موضوعات این روز هاست که خیلی هم اتفاقا جالب و خوب هست که چنین موضوعی به اسم گفتگو و شنیدن تبدیل شده به یک در واقع مسئله. معمولا شاید انقدر مسئله محوری نمیشد توی فضای ارتباطی سیاسی اجتماعی ما. همیشه خب وجود داشت ولی اینکه الان متوجه شدیم این یک موضوعی هست که باید مستقیم بهش پرداخت و این شاید باید روش کار بشه تا مسائل دیگه. این خودش به هر حال یه اتفاق خیلی خوبه و نشون میده که ما از نظر من داریم در واقع به یکی از تراماهای جمعی مهممون نزدیک میشیم و مجبور شدیم که باش روبرو بشیم و همون این مسئله به رسمیت شناختن دیگری هست. مسئله این که چطوری اصلا به دیگری این فضا رو بدم که اجازه ابراز خودش رو داشته باشه و این فضا رو بهش بدم که درون من وارد بشه، روی من اثر بذاره، که شنیدن اتفاق بیفته. به هر حال این فکر می‌کنم یکی از تراماهای جمعی بزرگ ما بوده که در واقع این رابطه متقابل بین من و دیگری مسئله زا بوده، راحت و روون و در واقع نبوده و الان تبدیل شده به یک مسئله که ما امروز داریم روش وامیستیم و میخوایم صحبت بکنیم. این به نظرم اتفاق خیلی مهمیه. مرسی خانم اورنگ. من خواهم که با این سوال شروع بکنیم. اینکه وقتی میگیم کسی حرف دیگری رو داره میشنوه، چون ما میدونیم که شنیدن با گوش دادن فرق میکنه دیگه. میخوام از اینجا شروع بکنیم که تفاوت اینها رو چطوری تعریف میکنید شما و وقتی که میگیم
صدام فکر میکنم بر میگرده متاسفانه. عاطفه جان فکر میکنم اوکیه، ادامه بده. بله. و وقتی که میگیم که کسی حرف دیگری رو میشنوه، میخوام ببینم که واقعا دقیقا این چه تفاوتی داره با گوش دادن. خانم اورنگ مرسی. من متوجه شروعی هست که شاید تعلیم باز این وقت سایگش مقدار برامون تر در ادامه گفتگو و تجربه جمعون این رو این دارند شاید این عمل کانیکی هر که من شما گوش من درست اصلی داره میشه، شما در واقع گوشتون مغزتون این اصوات رو داره دریافت میکنه، پردازشی انجام میده. طبیعتاً اگه حواستون باشه به این چیزی که این صدایی که دارید دریافت میکنید، یک سلسله افکار، تداعی ها، احساسات، تصاویر، خاطرات، چیزایی رو درونتون داره فعال میکنه. پس در واقع شاید گوش دادن ما بخوایم بگیم همین عمل مکانیکیه که اغلب ما داریم در طول روز به هزاران چیز گوش میدیم و این اصوات رو میگیریم و در درونمون یه چیزای فعال میشه. حالا وقتی بیایم توی بستر این روزهامون صحبت بکنیم، شاید گوش دادن رو بتونیم تعریف بکنیم به اینکه وقتی که ما صدای دیگری رو، نظر دیگری رو میشنویم، اتفاق میفته طبیعتاً و یه پاسخهایی تو ذهنمون ظاهر میشه، یک شاید باورهای مشخصی بالا بیاد، شاید قضاوت بالا بیاد، هر چیزی. این میتونه در واقع همون گوش دادن باشه، اینکه من دریافت کننده هستم و یک پاسخی حالا میخوام تولید بکنم. اما شنیدن بهتر بگیم یه ذره تجربی تر میشه. شنیدن شاید اگه بخوایم بگیم گوش دادن اون نقطه آغاز تماس من با دیگری هست، شنیدن این هستش که اون تماس اجازه بدیم حالا برقرار بشه، چون تو نقطه آغاز اگه بمونه میتونه در نطفه خفه بشه، درسته؟ ولی اجازه بدیم این تماس برقرار بشه و اجازه بدیم که من در تماس با دیگری و اون فضای ارتباطی که داره شکل میگیره بمونم، یعنی موندن در تماس با دیگری هست. خب شنیدن به نوعی هستش که شما اجازه بدی دیگری روی شما اثر بذاره، حالا با اون صداش، کلماتی که داره ایجاد میکنه، ایده هایی که داره پرورش میده و اینا رو دریافت بکنی و اجازه بدی به نوعی شاید بگیم در عمق جانت، در وجودت، روی احساست اثر بذاره، روی بدنت اثر بذاره، حسهایی رو بالا بیاره، افکاری رو ظاهر بکنه. در واقع می‌بینی یه تأثیری از دیگری گرفتن. حالا این به این معنی نیستش که این تأثیر رو گرفتن شما قبول می‌کنی این تأثیر رو، ولی اجازه بدی که دیگری روی شما اثر بذاره و شما این اثر رو، این چیزایی که داره در بدن، در احساس، در ذهن، در وجودت، تو اون فضای ارتباطی که شما هستید، حسایی به وجود میاد. اجازه بدی که اینا اتفاق بیفته و اجازه بدی که با اینا بمونی و حواس توجه رو به اونا بدی. شما نگاه بکنید، معمولا ما وقتی دور هم نشستیم، نه فقط در درونمون در حضور دیگری داره چیزهایی بالا میاد، حتی تو اون فضای ارتباطی، مثلا اگه اینجا نگاه بکنید، اگه حسامون قوی باشه، اگه یه ذره مکس بکنیم، یه ذره سکوت بکنیم، میبینیم که تو این جمع ما حتی داره یه حسهایی، صرف این که ما با هم هستیم، حدود 7-10 نفر آدم هستیم با هم، حالا هر کدوم اگه حرف بزنن طبیعتا این حسا بیشتر و بیشتر میشه، یک جوی بین ما شکل میگیره. اینا همه نشون دهنده اینه که داره شنیدن اتفاق میفته وقتی حسهای ما فعال میشه. شاید بتونم اینو بگم که برای همین ما یه مقدار داریم روی بحث شنیدن وامیستیم که چطوری اجازه بدیم که دیگری، حالا مخصوصا دیگری مخالف، روی ما اثر بذاره. نمیدونم تعریفی که کردم معنادار هست براتون یا اصلا صدای منو میشنوید؟ خانم اورنگ بله صداتون کاملا بود، استفاده کردیم. اگه موافقید من سوال دوم بپرسم وارد بشیم، اگر نه که فکر میکنید در واقع این سوال و ادامش میخواید در واقع ادامش بدید که دیگه ما خدمت شما باشیم. نه خواهش میکنم، نه
میتونیم ادامه بدیم. همین اتفاقی که الان افتاد، میدونید من توی سکوت دارم با خودم حرف میزنم و اصلا نمیدونم که شما حضور دیگری اونجا وجود داره یا نه که اینا رو دریافت بکنیم. میدونید یعنی شنیدن توی این ارتباط متقابله اتفاق میفته. میتونید عاطفه جان صحبت رو ادامه بدیم؟ کاملا مثال خوبی زدین واقعا، مثلا چون که اینجا ما روبرو هم نیستیم، یعنی فقط صداها رو داریم تو این فضا و وقتی که سکوته و من فکر میکنم که من نوعی مثلا فکر میکنم که فقط دارم حرف میزنم و حس نمیکنم که دارم شنیده میشم، این دقیقا همون حس بد رو به آدم القا میکنه. خانم اورنگ خواستم بپرسم که حالا توی الان وضعیت جامعه ایران اینجوریه که خب به شدت دو قطبی شده و الان ما با این وضعیت مواجهیم. از بعد روانشناسی میخوام بپرسم که توی همچین جامعه‌ای که به شدت دو قطبی شده و این وضعیت چه اتفاقی توی ذهن افراد میفته که توان شنیدن نظر مخالف رو از دست میدن؟ یعنی میخوام ببینم که این توان شنیدن نظر مخالف آیا یک واکنش روانیه که دارن افراد میدن یا واکنش اجتماعیه یا اصلا برای محافظت از هویت یا باورهای خودشونه؟ در واقع یه جور ریشه یابیه. این از کجا میاد که مخصوصا تو بحران مثل جنگ، مثل وضعیتی که الان توش هستیم، اینها میزنه بیرون، یعنی این آدم‌ها این از خودشون بروز میدن؟ مرسی. آره خیلی سوال خوبیه و اینه که واقعا بحث با همه پیچیدگیش ببینی فقط بعد فردی نداره، بعد جمعی هم داره. خب بذار اول از بعد جمعی شروع کنیم و بعد به بعد فردیش برسیم. و هر وقت که شما نشنیدید صدای من رو لطفاً به من یه علامتی نشون بدید. توی در واقع بعد جمعیش که نگاه بکنیم میبینیم که ما در حال حاضر چند جبهه سیاسی مختلف داریم. حداقل 3 جبهه کلان سیاسی داریم، درسته؟ که هر کدوم حالا اسمش رو خیلی ساده میشه گذاشت طرفدارای حکومت، مخالفان، که این مخالفان دوباره 2 دسته شدن و هر کدوم این جبهه‌های سیاسی در واقع یک هویت کاملا مشخصی برای خودشون قائل هستن، یک معناسازی کاملا شسته رفته‌ای از حوادث دارن. گذشته رو طوری تعبیر میکنن و میبینن که اون جبهه دیگه اینطوری نمیبینه. الان رو طوری دارن سازماندهی میکنن که متفاوته و آینده رو طوری میبینن که باز هم توی جبهه مخالفشون یا متفاوتشون یک چیز منحصر به فرده. پس میبینی یک 3 بسته مشخص ما داریم، 3 بسته سیاسی مشخص داریم که هر کدومشون پیشینه دارن، تاریخچه دارن، سازماندهی دارن، یعنی کلا یه تشکیلات میشه گفت در نظر گرفت. حالا این تشکیلات واقعا یک جایی روی زمین حتی وجود داره، یه جایش هم حالا توی این در واقع حوادث اخیر توی فضای شبکه‌های اجتماعی به تدریج شکل گرفته. خب پس میبینید در واقع مسئله جمعیه. مسئله این هستش که خیلی از افراد به دلایل مختلف به یکی از این جبهه‌ها گرایش پیدا میکنن و بعد اینجا این در واقع بدبستان بین فرد و جمع شروع میشه، اینطوری که در واقع اون فردی که به یک دلیل خاصی یا دلایل متعددی به اون جبهه سیاسی گرایش پیدا میکنه حس تعلق براش شکل میگیره و به این باور میرسه، به این باور که من متحدم، من عاشق ایرانم، من عاشق این مردمم هستم، میخوام کاری بکنم، میخوام مبارزه کنم و در واقع تعلقش به اون جبهه تبدیل میشه به یک مبارزه سیاسی براش. و طبیعتا تو این فضایی که قطبی شده، جبهه سازی ها انقدر متمایز هستن، گوش ندادن و نشنیدن دیگری یک مبارزه سیاسی تعریف میشه. همین که شما میبینید توی این مدت مثلا بعضی افراد تشویق میکنن به عنوان یک روش‌های مبارزه سیاسی آنفالو کنید، ریپورت بکنید، تخریب بکنید یا اصلا تهدید میکنن، براشون پرونده سازی میکنن. میبینید پس یعنی یکی از دلایلی که افراد ناتوان هستن در شنیدن به خاطر اینکه دارن روش مبارزه سیاسی این براشون دارن مبارزه سیاسی میکنن. خب به اضافه اینکه حالا اینو بذاریم کنار که موضوع مهمیه،
یه موضوع دیگه این هستش که وقتی که شما خودت رو، هویتت رو با یکی از این جبهه ها نزدیکتر میبینی و در واقع احساس تعلق میکنی و هر محرک خارجی که از طرف این یکی از این جبهه های مخالف به سیستم اعصاب و روان، یعنی گوش شما، چشم شما وارد بشه، مترادف میشه با تهدید، احساس خطر، مترادف میشه با اینکه در واقع دشمنی که میخواد حمله بکنه، دشمنی که میخواد در واقع حقیقت رو زیر پا بذاره، ناامن تلقی میشه اون محرک خارجی و طبیعتاً پاسخهای دفاعی رو توی ما فعال میکنه و این پاسخهای دفاعی حالا اگه بخوایم خیلی کلاسیک نگاه بکنیم همون جنگ و گریز و اینکه من چطوری دفاع بکنم، چطوری حمله بکنم، چطوری کلاً حذف بکنم. خب و این در واقع خودش یه لوپ شکل میده، یک الگویی شکل میده که به نوعی اون صدای جبهه مخالف تلقی تهدید و خطر میشه و من میخوام دفاع بکنم و این دفاع معمولا یعنی این که حمله کنم یا حذف بکنم و طبیعتا طرف مقابلم وقتی این حمله و حذف من رو میبینه اونم میخواد چی؟ از جبهه خودش، از حقیقتی که به نظرش میرسه دفاع کنه، پس اونم به من حمله میکنه و وقتی من حمله اونو میبینم بیشتر احساس خطر میکنم، حمله پس میدم و اون بیشتر احساس خطر. پس میبینیم ما متاسفانه توی لوپ خیلی معیوبی افتادیم که در واقع مدام هر حرکتی هر چقدر زمان میگذره داره شدت این نشنیدن رو به اصطلاح تقویت میکنه و اینکه چطور ما بخوایم از این لوپ خارج بشیم، شاید یه راهش همینه که ما اصلا بیایم یک جبهه چهارم باز بکنیم. فکر می‌کنم این اتفاق هم افتاده توی این مدت اخیر که اصلا امروز ما اینجا دور هم جمع شدیم که ما در واقع بیایم و به عنوان سربازان این جبهه چهارم برعکس اون فرضیاتی که تو هر کدوم این جبهه‌ها وجود داره که دیگری مخالف دشمن، تهدید، خطره و باید در واقع ازش فاصله گرفت یا بهش حمله کرد، ما اتفاقا بگیم دیگری مخالف دشمن نیست، دیگری مخالف اتفاقا دعوتش میکنیم که حضور داشته باشه، تفاوت و اون در واقع تناقض رو بالا بیاره، اون نقاط تضاد رو، اختلاف رو شفاف بکنه، باهاش بتونیم بمونیم. پس می‌بینید در واقع ما نمیتونیم با اونایی که با یکی از این جبهه ها همانند سازی کردن و هویت سازی کردن بگیم این کار نکن، چون داره روش مبارزه سیاسیشه، داره کارش رو میکنه، ولی میتونیم یک فضای متفاوت باز بکنیم که آدما یک مدل دیگه از تجربه رو وقتی که در ارتباط با نظر مخالف متفاوت هستن بتونن تجربه بکنن، یعنی این تجربه زیسته براشون بشه، تجربه ملموس بشه که من میتونم تو یک فضاهایی باشم که آدما متفاوت فکر بکنن ولی بتونن ادامه بدن، کنارم بمونن و تبدیل به دشمن هم نشن. که حالا چطور میشه این فضاها رو ایجاد کرد در ادامه صحبت ها امیدوارم بهش برسیم، ولی فکر می‌کنم یکی از کارا دقیقاً همین کاریه که اسپیسی که شما ایجاد کردید. حالا امیدوارم دوستای دیگه هم که تو این اسپیس هستن فرصت اینو پیدا بکنن، یه فرصت بهشون داده بشه که بتونن نظرشون رو بگن و شاید اصلا ما اینجا بتونیم این تمرین رو بکنیم که کنار هم بمونیم. دقیقا نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. ما حالا آخر در واقع این صحبت ها حتما مایک رو در اختیار حضار قرار میدیم که بخوان از تجربه خودشون صحبت بکنن یا بخوان نکته‌ای بگن. خانم اورنگ، این خب ما هممون تقریبا هر روز داریم با کلی محتوایی که در مورد وضعیت جنگ هست، در مورد بحران هایی که داریم، احساس ناامنی که میکنیم، هر روز داریم با این محتوا روبرو میشیم و به قول امروزی ها این کش مغزمون هم پر شده، یه ذره ظرفیت روانیمون هم فکر میکنم شاید، البته من تخصصی ندارم، فکر میکنم این هم تاثیر داره، کم شدن ظرفیت روانی آدم ها. در مورد این هم صحبت بکنیم، اینکه خب این ظرفیت روانی وقتی کم میشه این چه بلایی سر شنیدن میاد، یعنی آدما دیگه چه اتفاقی میفته براشون که دیگه نمیتونن گوش بدن. مرسی.
خیلی ممنون. خوشبختانه تو این زمینه به شدت تحقیقات زیادی انجام شده. دانش نظری خوبی وجود داره، یعنی حرفایی که میزنیم، حالا من میزنم، همکارای دیگه میزنم، متخصصان دیگه جای دیگه میزنن، همه مستنده. یعنی اینطور نیست صرفا داستانی بگیم که بتونیم همدیگر رو متقاعد بکنیم. خب و اون هستش که دقیقا مثل زمانی که یه خرسی به شما حمله میکنه. خب و طبیعتا وقتی اون خرس حمله میکنه شما خیلی توانی اینو ندارید که بیاید حالا با یک دوستی که تو اون جنگل تو اون فضا هستید بشینید در مورد یک موضوعی که حالا خرسه چطوری از کجا داره چه زاویه‌ای حمله میکنه، الان با چه روشی با چه ابزاری بتونیم ازش فاصله یا باهاش مبارزه نمی‌کنید. ظرفیتتون محدود و که خطره، الان باید یا ازش فرار بکنم بسته به اینکه ارزیابیتون قدرتتون چقدر باشه. خب برای همین هیچ فرقی نداره. یعنی این موضوع حالا اون خرس است به نظر ما منطقیه، ولی وقتی که یک نفر از یک جبهه مخالف سیاسی به شما در واقع انتقاد میکنه یا حمله میکنه، دقیقاً اون سیستم اعصاب روان شما، مخصوصا اینو در نظر بگیرید که ما با یک تاریخچه ترامای جمعی دراز مدت در واقع وارد این فضاهای حوادث اخیر ایران شدیم. هر کدوم ما تاریخچه تراماتیک فردی خودمون رو داریم. تو دوران کودکی چقدر بهمون شنیده، حس شنیده شدن داده، اصلا برامون ملموس هست که شنیده شدن یعنی چی. یعنی که همیشه صرفا این رو تجربه کردیم که یکی که حرف مخالف میزنه باید سرش داد زد. خب اون در واقع تجربه ترامای خانوادگیمون بوده که با خودمون داریم حمله میکنیم تو این فضا. تجربه تراماهای جمعی مونه، تاریخی مونه که در واقع خیلی حضور دیگری متفاوت به رسمیت به شیوه های متفاوت شناخته نمیشه. بر همین خیلی طبیعیه که ما که سیستم اعصاب و روانمون اوردی تراما دیده هست و محدود شده هست، حالا تو این شرایط پر از فشار و استرس و اضطراب بیشتر هم محدود بشه و حالت بقا توی ما فعال بشه. و تحقیقات مختلف نوروساینس نشون میده که وقتی که شما پاسخهای بقا توتون فعال میشه، دیگه ظرفیت اینو ندارید که کنجکاو باشید. توان مکس و آهستگی و تأمل رو ندارید که اصلا اجازه بدید طرف حرفش روی شما بشینه. توان همدلی کردن رو ندارید. توان این که روی اطلاعات متفاوت و متنوع و پیچیده توجهتون رو بخواید بذارید و اصلا دریافت بکنید اطلاعات متفاوت رو ندارید. یعنی از نظر مغزی امکانش براتون نیست. استیت یعنی حالت در واقع روانی عصبی شما توی یک وضعیت است که دنبال ساده سازی کردنه، دنبال این هستش که توجه به شدت متمرکز میشه روی اون موضوعاتی که آشناست و موضوعاتی که معنادار و مهم به نظر میرسه برای من. نه اینکه برای معنادار، برای من چه چیزی معنادار و مهمه. و اطلاعات دیگه یا اطلاعات مخالف بی اهمیت ارزیابی میشه، حتی ممکنه خطرناک ارزیابی بشه، برای همین زود ازش میشه گذشت یا میشه زود نتیجه گرفت و حکم صادر کرد. خب برای همین میخوام بگم که اینکه ما ظرفیت روانی نداریم یا کم ظرفیتمون کم شده کاملا طبیعیه. یعنی اصلا اگه چیزی جز این بود ما باید تعجب میکردیم. معجزه که رخ نمیده. برای اینکه شما بتونید ظرفیت روانیتون رو برای شنیدن، مخصوصا شنیدن صدای مخالف، مخصوصا توی شرایط پر از استرس افزایش بدید، شما باید کار زیاد کرده باشید، کار فردی زیاد کرده، کار جمعی زیاد کرده. از آسمون این گشایش ها اتفاق نمیفته. ما باید واقعا برش میکنیم. و یه نکته دیگه این هستش که اصلا ما ظرفیت روانیمون یه دلیل اینکه کمه برای اینکه بشنویم این هستش که وقتی شما تو حالت تهدید و خطر قرار میگیرید، حالتهای جسمی شما فعال میشه، مثلا تنش ایجاد میشه، ضربان قلب بالا میره. من دیدم یکی از دوستان توی استوری که ونداد، پیج ونداد توی اینستا داشته بود، یکی از افراد داشته دست و پام یخ میکنه. میدونی آدما واکنش جسمی نشون میدن وقتی که احساس و طبیعتا وقتی انقدر یعنی احساس خطر و سنگینیش روی بدن شما واضحه، طبیعتا شما اولین کاری که میخوای بکنی محافظت از خودتونه و اینکه چطوری از شر این حال جسمی خراب
آزاد بشی و یکی راهش اینه که سر اون طرف داد بزنی یا حذفش بکنی یا به شیوه‌های مختلف اون آدم رو سر جاش یک میدونی که اینطوری من بتونم از اون حس خشمی که تو با خودم رو تخلیه بکنم و آزاد بشم. البته این به این معنی نیستش که ما محکومیم به موندن توی این حالت بقا و محکومیم به تکرار پاسخهای بقا. خوشبختانه ما انسان هستیم و آگاهی انسان وان چیره شدن بر تمام این مسائل تراماهای فردی و جمعی رو داره، ولی نیاز به کار داره، نیاز به کار آگاهانه داره و واقعا برای این مقدار باید انتظاراتمون واقع بینانه باشه. به نظرم اگه میگیم ظرفیتمون کمه یا ظرفیت دیگری کمه، اوکی، چرا باید انتظار داشته باشیم ظرفیت زیاد باشه؟ حالا من همجا نگه میدارم. خیلی ممنونم، نکته‌های خیلی خوبی رو مطرح کردین. من اتفاقا میخوام دقیقا رجوع کنم به اون کامنت هایی که در واقع مخاطبین ونداد گذاشته بودن که گفتیم که خب شما توی بدنتون چه احساسی رو تجربه میکنین وقتی که نظر مخالف رو میشنوین، یعنی مثلا استوری میکنین، پست میکنین نظر خودتون رو و خب خیلی ها میان کامنت میذارن و باهاتون مخالفت میکنن یا ممکنه حتی به ناسزا اینا شنیده یعنی کشیده بشه. بیایم یه ذره ریز بشیم تو جامعه ایران و مخصوصا جمعیت خودمون که خب خارج از ایران هستیم و توی شبکه‌های اجتماعی خیلی با هم داریم دست و پنجه نرم میکنیم تو مباحث مربوط به ایران. خب خیلی همون این حس خشم رو داریم، احساس ترس میکنیم وقتی که با نظر مخالف روبرو میشیم یا احساس بی‌اعتمادی میکنیم. راجع به این هم یه ذره بیشتر توضیح بدین، اینکه این حسایی که ما تو بدنمون تجربه میکنیم چطوری مانع شنیدنمون میشه، مانع از این میشه که وایسیم گوش بدیم، کامنت نظر مخالف رو بخونیم، بفهمیمش، یعنی بشنویم این نظر مخالف رو. فکر میکنم تجربه عملی ما اگه که به یادش بیاریم که آخرین بار مثلا این اتفاق افتاد، که فکر میکنم خیلی هم این روزها شاید آخرین بار همین امروز صبح بوده برای بعضیا، میتونه یادآوریش صرفا کمک بکنه که چرا ما نمیتونیم بشنویم. خب من خودم آخرین چیزی که یادم میاد یه گفتگوی خانوادگی بود که در واقع حالا یکی از اعضای خانواده من نظری داشت میگفت که برای من واو چطور ممکنه چنین چیزی بگه، مثلا امکان نداره، من تو رو به عنوان آدم با وجدان میشناسم، این چه حرفی تو داری میزنی؟ بحثم کاملا بحث سیاسیه، اصلا ربطی بحثای خانوادگی و شخصی و ارتباطی ما نداره، بحث کاملا سیاسیه. و همزمان ضربان قلب من به شدت بالا رفته بود، به شدت احساس عجله توی من بالا اومده بود که باید یه جوابی بدم که این متوجه بشه داره حرف چقدر در واقع ضد حالا به اصطلاح وجدان هست، وجدان عمومی و یعنی انقدر حالت جسمی من بالا رفته بود که خیلی من توان این رو نداشتم که اصلا نه فقط بحث توان، بحث این بود که نمیخواستم اون زاویه دید رو حتی در نظر بگیرم. حالا یه بخشش به خاطر اون حالت جسمی خیلی شدید من بود، اینو نمیشه نادیده گرفت. وقتی من انقدر برافروخته هستم، برانگیخته شده ذهنم، بدنم، طبیعتاً اون مهربونیه، اون صبوریه، اون در واقع تلاش برای اینکه بفهمم این آدم که این های با وجدانه چرا داره این حرف الان میزنه، اصلا نمیخونه، پس حتما باید یه دلیل خیلی خاص و مهمی داشته باشه که داره اینو میگه. خب من اینا رو توانش رو ندارم، یعنی طوری بود که من فقط گفتم ببین یا من از گروه میرم بیرون یا اینکه بحث رو همینجا تموم میکنیم، چون من نمیخوام الان تو این وضعیت خودم جواب بدم. و میبینید در واقع چرا ما نمیتونیم در واقع بشنویم و به خاطر اینکه حالت جسمیمون، حالت روانی، احساسیمون برانگیخته میشه. فکر می‌کنم تجربه زندگی عملی که برای تو بگیم. اما که من سوال خوبیانشه فکر کنم گفتید یه چیزی در مورد این که چرا آدما نمیتونن توی شرایط امروز به خاطر خشم، به خاطر بی‌اعتمادی، ترس
همدیگر رو بشنون. بله. خب بر بی‌اعتمادی که باز تجربه ترامای فردی، ترامای خانوادگی، ترامای دوران کودکی، ترامای جمعی، ترامای سیاسی، ترامای تاریخی، شرایط تراماتیک امروز ما که ناامنه، همه اینا باعث میشه که اولین چیزی که از بین بره اعتماد هست. اعتماد یه جوری سپردن خود هست، یه جوری این که دیگری به من آسیب نمیزنه. و خب وقتی شما تاریخچه تجربه‌های گذشته نشون داده که نه، اتفاقا دیگری هست که به تو آسیب میزنه، بارها بهت ثابت شده. فکر می‌کنم الان وقتی هر کی تاریخچه گذشته رو روایت میکنه میبینید چطوری هر کی میگه چطوری تو به من خیانت کردی، چطوری تو بی‌اعتمادی ایجاد کردی. ببینید یعنی میخوام بگم اصلا چیز عجیبی نیست احساس بی‌اعتمادی این روزها. یعنی دوباره هم بحث دو تا چهار تاست که طبیعتا باید بی‌اعتماد باشیم، به خاطر اینکه تجربه های گذشته اینو بارها بهمون نشون داده. نمیخوام بگم این خوبه، یعنی ما میتونیم از بی‌اعتمادی فراتر بریم، ولی وقتی وجود داره باید به رسمیت بشناسیم. دلایل خیلی خوبی وجود داره که ما بی‌اعتماد هستیم به هم. اما میگم یکی از دلایلش همون احساس ناامنیه که منجر به احساس بی‌اعتمادی میشه. احساس ناامنی به آینده هست، احساس اینکه هستش که دیگری اصلا میخواد بقای من رو از بین ببره. اگه دقت کنید واقعا بحث الان بقاست. این سه تا جبهه که دارن با هم میجنگن، اینا هر کدوم در واقع داره از بقای خودش دفاع میکنه. اگه نگاه بکنید از اینکه هویتش زیر سوال میره، داره تخریب میشه، داره حمایت و دفاع میکنه. پس میبینید یعنی واقعا عمیق این مسائل. و احساس اضطرار آدم ها نمیشنون. ما توی یک حالت سرعت به شدت زیادی قرار داریم، توی حالت اضطرار برای نجات قرار داریم. یه پاسخ تراماتیکه، یعنی که الان باید کاری بکنیم. اگه دقت کرده باشید این چند وقت اخیر ما اصلا آینده رو حال نمیتونیم فکر بکنیم. آینده یعنی دو سه هفته دیگه، میدونی، یعنی طولانی تر از 2 هفته ظرفیت فکر کردن بهشون نداریم. نمیتونیم باور کنیم یعنی میشه انقدر طول بکشه. میدونی حالا چی طول بکشه، حالا هر کسی تون هدف و مقصد خودش، ولی میخوام بگم که انقدر آینده محدود میشه وقتی ما تو شرایط حالتها و احساسات تروماتیک هستیم. این هست که وقت نیست، یا الان یا هیچ وقت. اینا همه باعث میشه که اوکی پس همین الان اینا اصلا وقت نیست که من به یادم بدم نظرشو بیان بکنه. سریع باید واکنششون بدم. و اون یکی از چیزای بسیار مهم توی شنیدن، تجربه شنیدن، مکس کردنه. اینکه مکس برای چی بکنم؟ مکس بکنم که اصلا بذارم که اون حرف دیگری مقدار وارد من بشه، بشینه درون من، یه چیزایی رو لمس بکنه، یه چیزایی رو بالا بیاره، حضور دیگری رو ببینم، حسش بکنم، اجازه بدم حس بشه حضور دیگری. میبینی وقتی که ما معمولا سریع واکنش نشون میدیم، به میکنیم، ما از حضور اون آدم رو بهش توجه نمی کنی. حالا به خاطر اینکه بیشتر ارتباطات هم این روزا مجازی شده که اصلا حضور اون آدم ها اصلا معناش از دست داده، صرفا این کلمه و تصویر شده. حالا اینم خوبه بعدن حذف بدنم بپردازیم بهش که چقدر میتونه آسیبزا باشه تو این فضا. پس این سرعت و اضطرار باعث میشه که اصلا امکان تأمل و مکث و شنیدن اتفاق نیفته، وجود نداشته باشه. بعد گفتیم بحث هویت سازی هست. این هستش که به هر حال من در واقع نمیشنوم. چرا باید بشنوم؟ میدونی وقتی که کسی داره هویت منو زیر سوال میبره، هیچ دلیلی نداره بشنوم. میدونی یعنی خیلی آدمو دلایل میگم خوبی دارن برای اینکه نخوان بشنون همدیگر رو، اگه واقع بینانه نگاه بکنیم. درسته. نکته ای گفتیم که ما خیلی دوست داریم که تو این فضایی که هستیم، فضای گفتگویی که هستیم، سریع در واقع به نتیجه برسیم یا سریع واکنش نشون بدیم. من میخوام از این استفاده بکنم و وارد این موضوع بشیم که خب الان ابزاری که ما آدم ها داریم برای کانکشنمون، برای اینکه گفتگو بکنیم، بشنویم و صحبت بکنیم، ابزاری که الان داریم، به خاطر اینکه خب هممون یک جزیره در یک جزیره های جدا افتاده ای هستیم و
امکان این رو نداریم که حضوری گفتگو بکنیم و همینطوری به صورت لایو صحبت بکنیم. خب ابزاری که الان داریم شبکه‌های اجتماعیه. میخوام ببینم که این شبکه‌های اجتماعی که الان در دسترس داریم، مثل توییتر، که خب توییتر خیلی بدتر از اینستاگرامه، چون که توی توییتر شما فقط میتونی در ظرف محدود چند کلمه واکنش بدی و اون عقیده طرف مقابلت رو در ظرف همون چند کلمه بشنوی. یعنی شنیدن نظر مخالف در حد همون چند کلمه است. این شبکه‌های اجتماعی چقدر تاثیر میذاره توی اون تضعیف مهارت شنیدنمون؟ به خاطر اینکه خب باعث میشه که ما واکنش و داوری سریع داشته باشیم دیگه. این فضا چه تأثیری داره؟ 100% این خیلی سوال درستیه و کاملا ما باید در نظرش بگیریم وقتی میخوایم تحلیل کنیم، وقتی میخوایم در مورد دیگری قضاوت بکنیم، در نظر بگیریم که ما داریم توی فضای شبکه‌های اجتماعی با هم رابطه برقرار میکنیم، حضور نداریم کنار هم. کما اینکه فکر میکنم توی این مدت حداقل من اینو از دوستا و کسایی که داخل ایران هستم میشنوم، این هستش که شدت دعوا و در واقع گیس و گیسکشیایی که توی فضای مجازی هست بین افراد داخل اینقدر شدید و ملتهب نیست، به خاطر اینکه حالا دسترسی به شبکه‌های مجازی میده. یعنی آدما اگر با هم دعوا میکنن، بحث میکنن، حضوری تلفنی صدای همو دارن، بعدا توی بافتی یه کانتکسی دارن، دور هم جمع میشن. خب و اینا همه باعث میشه که حضور دیگری به هر حال تأثیر گذاره، میدونی، یعنی حضور دیگری، بدن دیگری، فضایی که آدما توش قرار میگن، همه اینا احساساتی توی ما ایجاد میکنه، بازداری هایی رو ایجاد میکنه، محدودیت هایی رو برای ما ناخودآگاه ایجاد میکنه، یا الزاماتی رو ما حس میکنیم که بهتر میتونیم خودمون رو مدیریت یا کنترل بکنیم. خب بر همین حتما همطور که گفتید سرعت بالای این شبکه ها و این محدود کردن ارتباط چند همین مسلما داره تضعیف میکنه اون شنیدن رو. شنیدن میگم اساسش مکسه. حالا داشتم این بحث رو ادامه میدادم که بحث اخبار فیک هست، بحث تحلیل های سوگیرانه است، بحث فضای رقابتی شدید توی این شبکه‌های مجازی است که به حال اینکه شما پست محتوا دیده بشه اعتبار اجتماعی بهتون میده، به حال اون دایره جبهتون رو بزرگتر میکنه. برای همین خیلی طبیعی هست تو این فضا کسی نخواد کسی رو بشنوه، چون شنیدن در واقع اینه که شما داری از اون امتیازی که داری، زمانی که داری، انرژی و توجهی که میتونی بگیری به یکی دیگه بدی. چرا باید این کار بکنی؟ منطقی نیست اصلا. بر همین 100% تو این فضاهای مجازی داره در واقع روابط انسانی ما تحریف میشه و در واقع شکل گرفته میشه به شیوهی که داره در واقع به نوعی به ضرر خودمونه. به علاوه اینکه فقدان بدن گفتم و حضور زنده دیگری به شدت تأثیر گذاره، به خاطر اینکه همونطور که گفتم شما بدن دیگری رو وقتی حس میکنه به صورت نورو بیولوژیک تأثیر میذاره روی شما، و دیگری که بدن شما رو میبینه، اون زبان بدن شما رو متوجه میشه، روی مدل فکر کردنش، روی کلماتی که انتخاب میکنه، روی نگاهی که داره اثر میذاره. این همه تحقیقات نوروساینسه و ما این رو نداریم تو شبکه‌های مجازی. به اضافه اینکه اون فضای حبابگونه‌ای که داره ایجاد میکنه که من صرفا دچار این توهم میشم که همه مثل من فکر میکنم. اون الگوریتم که در واقع شما میفتی روی یک الگوریتمی و هی در واقع بزرگ و بزرگتر میشه، آدمای شبیه خودتون رو وارد اون فضای ارتباطی مجازیتون میکنه، این تقویت میکنه حس توهم رو که ما در اکثریت هستیم و در واقع جبهه سازی رو خیلی تسهیل میکنه. و خب طبیعت این از گریست های دیده میشه، پست هایی در واقع واکنش میکنه که هیجانی هستن. این اصلا خاصیت شبکه‌های اجتماعی، روی هیجانات، موج هیجانات رشد میکنه و سوار میشه. فضای تأمل نیست شبکه‌های مجازی اغلب اوقات.
خیلی ممنونم. خب ما صحبت کردیم، آسیب شناسی کردیم، در واقع اینکه ما ظرفیت روانیمون پایین اومده، ما هر کدوممون تروماهای فردی و جمعی داریم، از سوی دیگه ابزاری که داریم یعنی شبکه‌های اجتماعی که در دسترس داریم برای گفتگو، خب یعنی سرعت بالایی داره و اصلا بستریه که فضای کمتری رو، محدودتری رو برامون خب فراهم کرده که بتونیم با صبر بشنویم همدیگه رو. و خب این مسائل مطرح شد. من فکر میکنم توی این بحث اگه بخوایم کم کم وارد کاربردی و عملی یاد گرفتن این مهارت گفتگو و شنیدن بشیم، فکر میکنم که بهتر باشه که حالا از زندگی روزمره شروع بکنیم. مثلا من نوعی از نظر شما چطور میتونم اگه بخوام در واقع این مهارت شنیدن رو تمرین بکنم؟ اول خب قدم اول اینه که من از زندگی روزمرم، از روابط فردی خودم این رو شروع بکنم. چطور میتونم مهارت شنیدن رو تمرین بکنم؟ باید چه ابزارهایی و چه مهارتهایی رو یاد بگیرم کنار زندگی روزمرم که بخوام از اینجا شروع کنم به عنوان قدم اول، که حالا کم کم توی سوالات بعدی و مباحث که مطرح میشه این رو بیاریم برای چگونه کسب کردن در واقع مهارت شنیدن توی بحث‌های سیاسی و خب جمع‌هایی که وجود داره. وارد این در واقع وارد این مبحث اگر بخوایم بشیم و شروع بکنیم، چه مهارت‌هایی رو باید کسب کنیم؟ خانم اورنگ ممنون میشم به این سوال پاسخ بدید. خیلی ممنون، خیلی سوال خوبیه. حالا چند تا نکته است میشه در نظر گرفت. شاید اولینش من فکر میکنم یه مقدار مکس کردن رو، آهسته بودن توی ارتباط رو ما ارزشمند بدونیم توی فضاهای اجتماعی، در موردش حرف بزنیم. خب که آدما یاد بگیرن که مکس بکنم قبل از جواب دادن. چقدر خوبه، چقدر نشون میده که نه دارم تأمل میکنم، یه ارزش دیده بشه. من خیلی، حالا من چون توی فضایی به هر حال آلمان دارم زندگی میکنم، خب اینجا این فرهنگ خیلی بیشتر رایج هست و بر همین مقایسش با اون کامیونیتی ایرانی که میکنم میبینم واو چقدر تفاوت وجود داره. همین چند وقت پیش بود من توی یک جمعی از دوستان ایرانی بودم، در مورد یک موضوع همین اتفاقات حوادث ایران داشتیم صحبت میکردیم و اون تحصیلگر جلسه به محض اینکه سوال رو مطرح میکرد و 5 ثانیه هنوز نگذشته بود کسی جواب نداده بود، یعنی میگفت اوکی این موضوع هست، در موردش نظرتون چیه؟ 5 ثانیه 10 ثانیه بیشتر به ما فرصت نمیداد و میگفت کامان جواب بده، چرا هیچی نمیگی؟ فورس میکرد، یعنی ما رو تحت فشار قرار میداشت که سریع جواب بدیم. خب اینکه سریع جواب بدیم طبیعتا شما میری رو اون چیزایی که قبلا فکر کردی، اون باورهای کلیشه‌ای که از قبل توی ذهنت ساختی و پرورش دادی. خب چون توی 5 ثانیه 10 ثانیه که شما نمیتونی اجازه بدی که اون گفتگوهایی که تو اون فضا در جریانه، حضور آدم‌های دیگه، حسایی که توی بدنتون دارید، چیزایی که داره در واقع شکل میگیره توی فضای درون و بیرون، اینا کلمه پیدا بکنه براش، زبون آورده بشه. خب توی 10 ثانیه شما این فرصت رو نداری، امکان نداره. تو 10 ثانیه شما تنها فرصتی که داری اینه که از گذشته یه چیزی وام بگیری و اونو سریع بندازی وسط. و خب چه فایده داره این مدل گفتگو که ما فقط تکرار کنیم خودمون رو و از حضور هم دیگه، کنار هم بودن اجازه ندیم که در واقع چیزی تولید بشه، چیزی شکل بگیره، روی هم اثر بگذاریم. شنیدن تبدیل به یک تجربه غنی بخش برای ما باشه، چیزی به ما اضافه بکنه، یه احساسی ایجاد بکنه، یه اثری روی ما بذاره. خب برای همین من فکر میکنم خیلی مهمه این رو ما ارزش در موردش واقعا بارها صحبت بکنیم که مهمه مکس بکنیم، مهمه سرعت رو کم بکنیم. خیلی هم سخته، میگم جامعه تراما دیده، فرد تراما دیگه که اکثر ما هستیم، به شدت برامون سخت سرعت رو پایین آوردن و اصلا به نوعی برامون ارزشه. نه مثلا میتونه تو 5 دقیقه 10 تا کارو بکنه. میدونی میخوام بگم تبدیل شده به یه ارزش سرعت زیاد. خب این چقدر حاضر جواب سری میتونه یه جوابی بده. خب
بر همین ما برعکسش باید به مکس کردن آهستگی رو ارزشمند ببینیم و در موردش صحبت بکنیم. یه جای دیگه یک جمع دیگه ما بودیم با باز دوستای ایرانی و به اضافه چند تا از دوستای خارجی که خیلی جالب بود. بحث مدام بین ما ایرانی‌ها میچرخید، یعنی یکی جواب میداد، یکی جمله کلمه آخر که تموم نشده بود جواب خودش رو داشت میداد. یعنی اصلا به اون بقیه دوستای اینترنشنالمون فرصت این داده نمیشد که وارد مشارکت توی بحث بشن. انقدر سرعت ما ایرانیا زیاد بود که بعد یه لحظه گفتیم اوکی مکس کنیم ببینیم چرا بقیه مشارکت نمیکنن و بعد اونا به ما گفتن که اوکی شما اصلا به ما زمان نمیدید که ما بخوایم فکر بکنیم، تا میم در مورد حرف شما فکر بکنیم نفر بعدی یه فکر جدید گذاشته. خب و اونجا برای ما خیلی جالب بود. بحث این شدش که اوکی مثلا چه میدونم 30 ثانیه فرصت بدیم بین تمام شدن حرف یکی دیگه تا شروع شدن حرف دیگه، 30 ثانیه فرصت دادیم، سکوتو پر نکنیم. و دوستان میگفتن مگه میشه ما 30 ثانیه صبر بکنیم، مثلا امکان نداره، حالمون بد میشه. میدونی میخوام بگم ببین چقدر این مسئله فرهنگیه و چقدر این خودش رو توی ناتوانی ما توی شنیدن همدیگه این روزا داره نشون میده. یه موضوع پس مکس کردن مهمه. تمرین مهارت شنیدن توی زندگی روزمره این هستش که اول خودمون رو بشنویم. ببین من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که ما آدمای این روزا نمیتونیم همدیگر رو بشنویم اینه که توان و مهارت شنیدن تناقضا، پیچیدگی‌ها، صداهای متفاوت درون خودمون رو نداریم. چون کسی اگه این توان رو داشته باشه که با اون صداهای متفاوت درونش، احساسات متفاوتش، در واقع زاویه‌های مختلفی که در مورد یک موضوع تجربه زیستش در درونش داره ظاهر میشه، توان اینو نداشته باشه و فقط یک بعدی ببینه مسائل درون و زندگیش رو، امکان نداره بتونه چنین در واقع گشودگی رو در مورد صدا و تجربه مخالف دیگری داشته باشه. برای همین من فکر می‌کنم یکی از مهمترین تمرین ها این روزها برای ما این هستش که بتونیم مهارت اینو پیدا بکنیم که چند صدایی رو توی خودمون پیدا بکنیم. متاسفانه بعضیا به دلایل مختلف، خیلی از ما بازم این تجربه یکی از عواقب تجربه های تروماتیکه که خیلی در واقع قطبی میشه درون ما. مثلا ما میگیم منتقد درون، حالا یکی از اون صداهای خیلی قلوف شده درون منتقد درونه که یا در مورد همین چیزی نظر میده، صدای دیگر رو خفه میکنه. خب یعنی که ما یاد بگیریم این مهارت رو چطوری بتونیم در حضور صداهای متفاوت، احساسات متفاوت درونمون بمونیم. اگه یادتون باشه این روزا در زمان کشتار دیما، بعد توی زمان این جنگ، مدام بعضی افراد خودشون رو توی این جایگاه میدیدن که دستور بدن الان وقت مثلا احساس غم نیست، الان وقت احساس سوگ نیست، الان وقت این احساس نیست. خب این واضح داره نشون میده که این فرهنگ یا این تجربه برای خیلی از ماها ملموس نیست، که بابا خیلی طبیعی پیچیدگی انسان همش همینه دیگه، که چندین صدا همزمان وجود داره، صدایی که کاملا متناقض همه، حتی با هم دارن جنگ میکنن، یه جنگ درونی را میندازن. خب برام خیلی مهمه این موضوع. حالا من خیلی وانمیستم. افزایش تحمل پیچیدگی و ابهام، این که مهمترین چیزایی که باعث میشه این روزا ما انقدر در واقع ناتوان از شنیدن باشیم، چون تحمل پیچیدگی و ابهام رو نداریم، تحمل ابهام رو نداریم، دنبال نتیجه گیری سریع هستیم و اینکه به زور دیگری رو متقاعد کنیم که اینه اون چیزی که درسته و روشنه و میدونیم و قراره و باید اتفاق بیفته. و طبیعتا وقتی که شما انقدر مطمئنی، خیلی راحت میتونی دیگری رو صداش رو سرکوب بکنی، به خاطر اینکه مطمئنی دیگه با اون ندونسته، نمیدانمه نمیتونی بمونی. و این هم باز یه مسئله فکر می‌کنم جدیه. حداقل من به عنوان درمانگر دیدم خیلی افراد مراجعه این مسئله جدی رو دارن که نمیتونن با ابهام بمونن و اینم یه مهارته و قابل آموزشه، قابل تمرینه که چطوری ما با ابهام و پیچیدگی بمونیم، با ندانستن بمونیم. مخصوصا چیزی که این روزا به شدت من فکر می‌کنم نیاز داریم، چون هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی داره میفته و هر چیزی که بخوایم به زور بگیم که نه این اتفاق داره میفته یا باید بیفته، در واقع نتیجهش همین حذف و سرکوب یک بخش دیگه از واقعیته. خیلی ممنونم.
خانم اورنگ، ما الان خب مهارت‌های شنیدن رو در واقع در ساحت زندگی روزمره صحبت کردیم و نکته خیلی مهمی به در واقع اشاره کردین شما. خب ما هر کدوم الان از این اسپیس خارج بشیم، احتمال خیلی زیاد ممکنه که حالا توی سوشال مدیا یا توی زندگیمون مواجه بشیم با گفتگویی که مثلا ممکنه تنش‌زا باشه دیگه، یعنی همین نظرات مخالف، حالا یه بحث سیاسی پیش بیاد یا در مورد جنگ بخوان آدم ها با هم صحبت بکنن. من فکر میکنم که بیایم راجع به این صحبت بکنیم که وقتی که وارد اون گفتگوی تنش‌زا داریم میشیم، اگه من نوعی حس کنم که کم کم این گفتگویی که الان شروع شده یه نشونه هایی دارم توش میبینم که انگار این گفتگوه داره فرو میپاشه، یعنی داره از خطی که باید درست بره و یک گفتگوی سالمه داره خارج میشه. ما چجوری باید اون اولین نشونه هاش رو در واقع شناسایی بکنیم، بفهمیم که خب الان دیالوگی که داره برقرار میشه به جای درستی نمیره، یعنی نشونه هاش چیه؟ و وقتی که خب فهمیدیم که این گفتگو سالم نیست، تو این لحظه باید چیکار کنیم؟ آیا باید استاپ کنیم، با طرف مقابل ادامه ندیم صحبتو، یا واقعا نمیدونم. یعنی من خودم الان که فکر میکنم نمیدونم، چون خیلی تو این شرایط من خودم قرار گرفتم. مثلا دوست عزیزی که هیچ وقت هیچ تنشی باهاش نداشتم، توی همین دورانی که داریم طی میکنیم اومد ریپلای کرد استوری منو و میخواست شروع بکنه. یعنی شروع کرد خب خیلی مؤدبانه، میخواست در واقع نظر خودش رو در مورد نظر من بده و بعد اینکه یکم صحبت کردیم من حس کردم که اصلا این گفتگو تهش قرار نیست به یه جای درستی برسه. نشونه‌شو گرفته بودم، یعنی متوجه شدم که داره خیلی از کلماتی استفاده میکنه که این آدم همیشگی نیست و خشم داره، ولی واقعا نمیدونستم اون لحظه باید چی کار کنم. یعنی نمیدونستم بحث رو عوض کنم یا اینکه بذارم هرچی دلش میخواد بگه. یعنی این سوالیه که فکر میکنم تک تک ما آدما که اینجا هستیم باهاش مواجهیم. ممنون میشم راجع به اینم صحبت بکنیم، بیشتر توضیح بدین راجبش. مرسی. خیلی ممنون عاطفه جان، خیلی سوال همدلانه قشنگیه که اهمیت بدیم، نه که چی کار میشه کرد که آسیب نزنیم به رابطه هامون. همونطور که شما خودتون خیلی خوب گفتید، همین که من احساس کردم. ببین، حس کردن مهمترین مهارت برای اینکه ما بتونیم شنیدن رو توی خودمون تقویت بکنیم. حس کردنه، نه فکر کردن. شما با فکر کردن فقط داری اون چیزایی که نشخوارهای ذهنی که قبلا بهش فکر کردی، الگوهایی که تو ذهنتون شکل گرفته، باورها، تئوریا، چیزایی که مال قدیمه، مال گذشته است، مال دیروزه، مال این لحظه و امروز نیست. شنیدن یعنی که شما توی اینجا اکنون، تو لحظه حال، توی این حالت زنده خودتون باشید و ارتباط، نه تو اون حالت از دست رفته و گذشته خودتون که باوریه که دیروز شکل گرفته. امروز شما یه آدم دیگه هستید. اگه واقعا بخواید عمیق به زندگی نگاه کنی، امروز شما جهان در حال تغییر مدام. خب یعنی این یکی از چیزا برای شنیدن همین هستش که شما بدنتون رو حس کردن. گفتیم شنیدن یعنی همون حس کردن، حسای زنده خودمون رو، حسای زنده دیگری رو حس کردن و اجازه بدیم این حسا روند خودش رو شکل بده و ادامه پیدا بکنه و چیزهایی رو برای ما بالا بیاره و ظاهر بکنه. پس برای حس کردن شاید یکی از چیزهایی که شما میتونید ازش کمک بگیرید بدنتون هست که باز هم متاسفانه به دلیل تجربه تروماتیک ما آدم ها از بدنمون قطع ارتباط پیدا میکنیم و توی ذهنمون زندگی میکنیم. پس میبینید چرا الان این روزا ما نمیتونیم همدیگر رو بشنویم، چون ارتباطمون با بدنمون قطعه. هم توی تاریخچه دوران کودکیمون، توی تاریخچه جمعیمون، ما ارتباطمون واسه همین حس کردن ما مشکل داره. ما خوب فکر میکنیم خب، ولی حس کردنمون مسئله داره و وقتی شما حس کردنتون مسئله داره یعنی که چی؟ شنیدنتون هم حتما مشکل پیدا میکنه. خب برای همین یاد بگیریم حس کنیم، نه فکر کنیم، نه قضاوت کنیم، نه پیش بینی کنیم، حس کنیم. همون چیزی که عاطفه جان شما گفتید، یه لحظه احساس کردم که این گفتگو قرار نیست به جایی بره. حالا این چیزی بوده که شما تو اون فضای ارتباطی از اون کلمه، انتخاب کلمات، این رو برداشت کردید.
بعضی موقع ممکنه که اون حالتی که بدن شما داره به شما نشون میده، گفتم اون گفتگویی من با اعضای خانواده داشتم، بدنم اون برافروختگی داشت این حس کردن به من اون امکان رو داد که اطلاعات از درونم بگیرم که الان من توان این گفتگو رو ندارم، جواب نباید بدم، باید قطع کنم این گفتگو رو. خب برای همین مکس کردن و حس کردن، حالا بدنتونه، حضور دیگری، حالا کلماتشه، هر چیزی که حس خیلی مهمه. خب حس کردن کمک به شما میکنه که بدونید که الان جایی هست که من بتونم در واقع این گفتگو رو به پیش ببرم که این رابطه آسیب نبینه. و البته اگه هدفم این باشه که از رابطه مراقبت کنم، خیلی اوقات من فکر می‌کنم این دغدغه اصلا وجود نداره. اما یکی از این موضوعات اینه، پس در گفتگو چیکار بکنیم که متوجه باشیم که وقتی من، یعنی اون حالتهای پاسخهای بقا رو توی بدنمون، سیستم اعصاب روانمون توی بدن دیگری بشناسیم، که مثلا حالتهای خشم چطوری توی بدن تجربه میشه، اینا رو بعد واقعا آموزش دیده باشیم، بشناسیم یا حسمون کار بکنه که بتونیم بگیریمش به موقع. و بعد مسئله دیگه این هستش که واقعا ما باید فکر کنم همدیگه رو بتونیم این روزا خیلی مشفقانه به هم نگاه بکنیم، همدیگه رو ببخشیم اگه واقعا دنبال این هستیم که مسئله جمعیمون پیش بره یا حداقل مسئله ارتباطیمون آسیب نبینه. این هستش که خب دیگری هم مثل من تو این اوضاع آشفته هیجانی و روانی و فکری و احساسیه. مثل من واقعا ایران براش مهمه. اگه کسی براش ایران مهم نباشه واقعا این همه انرژی نمیذاره بیاد در مورد این موضوع با هم دعوا بکنه. ایران واقعا براش مهمه و واسه همین خیلی مهمه که سخت نگیریم، تحمل هیجانیمون بالا بره. یعنی اگه احساس کردیم که اوکی این عصبانیه، اوکی، حتی ممکنه منم عصبانی بشم، اوکی، هم خودمون رو ببخشیم هم دیگری رو برگردیم به رابطه هامون. خب یعنی اینکه توی ذهنمون یه تصویر ثابت از اون دیگری دشمنش نکنیم که دیگه نمیشه بهش برگشت. نه، اوکی، مثلا شما اون روز نتونستی با اون دوستتون دیالوگو اونطوری که دوست داری پیش بری، حتی ممکنه حرف تو سنگین شد، فضا سنگین شد، اوکی، روز بعد اجازه بده بهش برگردی. نورمالایز بکنیم برگشتن به رابطه هامون. حتی تصویر خوبی از خودتون نشون. منی که الان دارم حرف میزنم خودم کاملا آگاهم که کجاها و کجاها دوستامو با مدل حرف زدنم، مدل سوال کردنم، واکنش نشون دادنم ناراحت کردم، حتی شاید ناامید کردم. خب ولی خب من آدمم، خودم میتونم ببخشم. اونا هم یه جایی من ناراحت کردم، منم حالا یا بهشون گفتم یا اینکه بخشیدمشون. خب میخوام بگم که خیلی انسانی به قضیه نگاه کنیم و درک کنیم که همه ما واقعا آسیب دیده هستیم و شرایط آسیبزا هست و واقعا بخشش فکر میکنم شفقت خیلی نیاز هست. این یه بحث دیگه که فکر کنم شاید قطع شد، همین بحث اینه که دنبال نتیجه گیری قاطع نباشیم. هر وقت احساس کردیم میخوایم طرف رو متقاعد بکنیم که مثل ما فکر بکنه، متوجه بشیم اینم یه علامته که قرار این گفتگو به فروپاشی منجر بشه. چون هیچ کس تو این شرایط این روزها حرف شما رو اینطوری نیستش که سند ببینه و نظر خودش برگرده. هر چقدر شما مدرک براش رو بکنه اون نظر خودش رو داره و اتفاقا به دلایل مختلف که تا الان در موردش صحبت کردیم روی نظرش وامیسته. حالا ممکنه بعدن به حرف شما فکر بکنه یه ذره نرم‌تر بشه، ولی در حین گفتگو آدما کوتاه نمیان. گفتیم دلایلش اون پاسخهای بقاست که توشون فعال شده، نمیتونن کنترلش کنن، اون رو کاهشش بدن. خب بر همون پرخاشگری رو شما توی کلماتشون، توی لحنشون، صداشون حس میکنید. خب برای دنبال این که اثر بذارید، متقاعد بکنید، نتیجه گیری قاطع به دست برید نباشید. معمولا تو این شرایط من پیشنهاد میکنم، کاری که خودم هم بارها میکنم اینه که نظر خودم میدم، اون آدم هم نظرشو میده و بعد تهش میگم اوکی بذار let's agree to disagree، بذار با هم مخالف باشیم، بیا توافق بکنیم که با هم مخالف هستیم. من بحث رو ادامه نمیدم، اینو میگم که طرف احساس نکنه حالا کاتش کردم و بحث ادامه نمیدم. یا بعضی اوقات خیلی برافروخته هستم، مسلما به طرف میگم که ببین من الان حالم خوب نیست، یا شاید به کلمات دیگه یا به شیوه دیگه بگم که من الان توان این گفتگو رو ندارم، تموم میکنم این بحث رو. خب یعنی فاصله گرفتن رو عادی سازی بکنیم.
فاصله گرفتن یعنی قهر کردن نیست. این متاسفانه بازم یک مسئله فرهنگی دیگه که باید موردش آگاه سازی کرد که قهر کردن نداریم. وقتی فاصله میگیریم منظورم نیست که باید قهرم، نه، دوباره برمیگردم به سمتت، حرف میزنیم، ولی الان نمیتونم صحبت بکنم در موردش حرف بزنم. میدونی اگه من فکر میکنم همه در مورد این موضوع صحبت بکنن عادی سازی بشه، اون وقت اگه من بخوام اینو استفاده بکنم به یکی دیگه بگم، هم طرف مقابلم فکر نمیکنه منظور من اینه که میخواد قهر بکنه، همین که خودم انگار جسارت اینو پیدا میکنم بگم که اوکی الان نمیخوام. خب برام خیلی مهمه. من فکر میکنم تمام این چیزایی که تو این جلسه صحبت کردی واقعا باید بارها 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 تکرار بشه. حالا نه اینکه بگم خودشیفته هستم حرفای من تکرار بشه، ولی چنین مسائل در واقع جمعیمون که فرهنگ سازی بشه، عادی سازی بشه. اگه یادتون باشه مثلا کلمه تراما تا قبل از حوادث زندگی آزادی خیلی تو فضای عمومی ما بود، خیلی باب شد خوشبختانه. و اتفاق خوب این هستش که آدما الان راحت‌تر میفهمن که اوکی تروما یه اثری داره، یه اثری رو من گذاشته. خب و یک زبان مشترکی بین آدم‌ها ایجاد شده. خب ما باید زبان مشترک ایجاد بکنیم از طریق این فرهنگ سازی. همین که شما عاطفه جان گفتید فاصله بگیرم وقتی حسو ایجاد میشه برام که فایده نداره این گفتگو و قرار به هم آسیب بزنیم، فاصله بگیرم و حالا اینو بگم، یا اگه توانشو ندارم شفاف اینو بگم، به نوعی بگم الان مشغولم نمیتونم جواب بدم. بعضا فاصله گرفتن یکی از بهترین کمک هاست این روزا. و حالا چیزای دیگه هم که اشاره شد. بسیار عالی، خیلی ممنون خانم اورنگ. واقعا توی این صحبت آخر، یعنی توی این مبحث آخر که باز کردیم، مخصوصا اونجا که گفتیم نورمالایز کنیم، واقعا من الان روی برگه درشت نوشتم نورمالایز کردن که بعد این جلسه برم سراغ اون دوست عزیز و باش بحث و باز کنم و صحبت کنم. نورمالایز بکنیم اگه این گفتگوها رو، صحبتایی که با اطرافیانمون داریم، یه ذره این برامون باز میشه دیگه. و اینکه خب این مهارتایی که ما تو این جلسه داریم صحبت میکنیم خیلی نکته درستیه. اینا مهارته که باید تمرین کنیم دیگه. یعنی فقط اینطور نیست که ما تو این جلسه داریم راجبش صحبت میکنیم که حالا قرار نیست که خب جزوه تهیه بکنیم، که باید اینو به نظرم هر روز تمرین کنیم مهارت‌ها رو. مرسی، خیلی واقعا استفاده کردیم. خیلی خوشحالم که کنار ما هستین خانم اورنگ، واقعا شخصا ازتون سپاسگزارم. فکر میکنم کم کم بریم سراغ شرکت کننده. اگه کسی هست که سوالی داره از خانم اورنگ یا تجربه‌ای رو میخواد با ما شیر بکنه، ما میتونیم میکروفون رو در واقع در اختیارشون بذاریم. تا دوستان درخواست میکروفون بکنن، اگر که تمایل دارن صحبت بکنن، من از این فرصت استفاده بکنم شاید سوال خودم رو بپرسم از مینا جان. اولا که واقعا منم مثل عاطفه خیلی قدردان حضورت هستم مینا جان. خیلی راهگشا بود مواردی که امروز باز کردی. یه نکته‌ای که برای من شاید در واقع پررنگ توی صحبت‌های مینا، بحث این حذف بدنه. یعنی ما توی فرهنگمون و توی پیشینمون خیلی، همونجوری که مینا جان گفت، خیلی ارتباط کمی با بدنمون داریم. قطع ارتباط فکر میکنم کلمه‌ای بود که مینا استفاده کرد و من اینو خیلی احساس میکنم. و از طرف یه تجربه‌ای که این روزها شاهدش بودم این بود که افرادی که توی سالهای اخیر به همت اتفاقا افرادی مثل مینا جان که فعالیت‌های در واقع بدنمند جزو پرکتیسشون هست، کارهای سوماتیک میکنن و اون تمرین‌ها رو توی زندگی شخصی خودشون آوردن توی چندین سال گذشته، من متوجه شدم که چقدر توی یک وضعیت بحرانی مثل این روزها و این ماه‌ها چقدر ریاکشن ها و رفتار متفاوت و آرامتری رو از خودشون نشون میدن. همون مکسی که مینا راجبش صحبت میکنه، هرچند که ممکنه مستقیما اون فعالیت ها ربط نداشته باشه، فعالیت هایی باشه که تو زندگی شخصیشون رفتن و دنبالش کردن و آموزش دیدن، ولی ترجمه شده انگار توی این جدالی که ما این روزا داریم.
و دلم خواست این سوال از مینا جان بپرسم که خب راجع به این مهارت ها ما اگه بخوایم، چون الان بالاخره خب توی چند دقیقه یا حتی توی یک جلسه هم شاید نشه راجبش صحبت کرد، ولی یک سر نخی مینا جان بخوایم به مخاطبمون، به دوستانی که دارن میشنونمون راجع به مهارت‌های سوماتیک یا بدنمند بدیم، از کجا باید آدم رو شروع بکنن؟ چه ریسورس هایی وجود داره؟ خیلی ممنون میشم اگه که بتونی یکم راجع به اون صحبت بکنی، مخصوصا اون قسمتیش که راجع به در واقع اون پیچیدگی هایی که ما توی خودمون در واقع توانش رو نداریم، توان دیدنش یا درکش رو نداریم. من فکر می‌کنم خیلی مرتبطه. مرسی مینای عزیز. همون داشتم میگفتم خیلی مسئله مهمی رو باز کردید شوخ جان، و این فقط منحصر به ما نیست، یعنی جامعه تراما دیده ما نیست، کلا توی سطح جهانی تو کشورهای خیلی زیادی این کلا بحث جدیدیه. بدن وارد مسئله روان شدن بحث خیلی جدیدیه، حتی توی غربش که حالا پیشرو هست، مثلا آمریکا پیشرو هست تو این حوزه. خیلی بحث جدیدیه و داره تازه وارد اون فضای گفتمان عمومی میشه. خب برای همین خیلی بازم عادی سازی بکنیم که اگه نمیدونیم، اگه ارتباطمون به بدنمون قطعه، کاملا طبیعیه، اصلا مگه قرار چیزی جز این باشه. این اول از همه این احساس شرم یا احساس بدی در مورد خودمون نداشته باشیم. صرفا یه مهارت، چه شکلی چه ریسورس هایی وجود داره. به حال خوشبختانه مایندفولنس یا ذهن آگاهی که حالا بعضیا تجربه میکنن بدن، چون مایند در واقع توی اون مایندفولنس، کلمه مایندفولنس ذهن نیست اون چیزی که ما به عنوان فکر میشناسیم، کل وجود. مایند یعنی در واقع کل وجود ما. بعضیا بهش میگن بادی فولنس، یعنی بدن ما. خب در واقع اون آموزش هایی که تو حوزه ذهن آگاهی و بدن آگاهی وجود داره، خیلی توی ایران هم خوشبختانه اومده، کتاب توش ترجمه شده، کارگاه های زیادی میذارن. مدیتیشن، حالا مخصوصا مدیتیشن هایی که یه ذره بدنمند هستش، خیلی کمک میکنه. تکنیکا میگم خوشبختانه زیاد. تکنیکا اگه شما سرچ بکنید تکنیک های بدنمند برای مثلا ارتباط با خودم، یا اینکه تنظیم هیجانات، یا اینکه تنظیم سیستم عصبی، خیلی چیزای زیاد و متنوع خوشبختانه حتی به فارسی میاد بالا. یه نکته. و اینم باز بدن، وصل شدن به بدن، مثلا برای کسی که تجربه تراما داره و قطع ارتباط با بدن خیلی طبیعی اتفاق میفته توی تجربه تراما، بخاطر اینکه بدن اون محل ناامن میشه و طبیعتاً برای محافظت از خود فرد از بدنش، حسای بدنیش، درونش فاصله میگیره. خب و وصل کردن این ارتباط واقعا نیاز به زمان و حوصله و صبر داره. بر همین معمولا مثلا حالا من توی دوره‌های شرکت کردم که خیلی اتفاقا تکنیکا بدنمند بوده، حالا فوکسینگ، حالا در مورد اینم صحبت میکنم، به دوستان پیشنهاد میدم. معمولا افرادی که اومدن مثلا اگه حالا تجربه بدنمندی نداشتن، تکنیکای قبلی رو کار نکردن که تکنیکای متفاوت دیگه ای رو، با تعجب و هاج و واج نگاه میکنن چی میگید، یعنی چی بدنمو حس کن؟ خب اینجاش درد داره، چی میشه؟ میدونی، میخوام بگم که این واقعا نیاز به زمان داره که شما بتونی از ذهنتون وارد بدنتون بشید و بدنتون رو حس بکنید و در واقع بتونید بمونید با این حسا. چون ممکنه خیلی اوقات این روزا اتفاقا ما بدنمون رو خیلی تجربه میکنیم، درسته؟ حالتهای برافروختگی شدید، بی‌حسی، سنگینی، تو قفسه سینمون یه سنگی انگار گذاشتن، یکی با چکمه روش راه میره. خب یعنی این همه توصیفاتی که آدم‌ها این روزا بدن و حسای بدنیشون میکنن. اما اینکه چطوری من بتونم با این حسای بدنی بمونم، تاب بیارم، باز خودش یه مهارت و نیاز واقعا به کار و پرورش این مهارت داره و سخته، یه ذره راه طولانیه، سخته، برای این باید صبور باشیم و خیلی لحظه و ذره ها برامون ارزشمند باشه. لحظه هایی که میتونیم وصل بشیم به حسامون، به بدنمون، اون ذره ها باید ارزشمند باشه. خب یعنی دنبال یه تغییر بزرگ نباشیم، چون تغییر بزرگ اتفاقا همون چیزی که ذهن ما، اون الگوهای فکری ما از ما انتظار داره. بدن شما هیچ تغییر نگاه بکنید در طول سالها ذره ذره ذره
تغییر میکنه. اصلا خبری از تغییرات بزرگ نیست توی بدن شما. خب اون ذهن شماست. ما چون توی ذهنمون زندگی میکنیم دنبال تغییرات بزرگی، مثلا یک اتفاقاتی که توی این حوادث امروز ایران هم میفته، ما دنبال یه اتفاق بزرگیم، یک نتیجه بزرگ، یک چیزی که تغییر بزرگه. خب خیلی هم قشنگه، ولی واقعیت زندگی یک چیز دیگه هست. یعنی زندگی ذره ذره داره در واقع باز میکنه خودش رو و نمایان میکنه، و این توی در مورد بدن ما هم همین، یه ذره باید صبور باشیم. یک پیشنهاد دیگه که من میدم، در واقع دوره هایی هست که حالا به زودی ما میخوایم توی برلین، جایی که من هستم، میخوایم حضوری برگزارش بکنیم، ولی حتما آنلاین هم در صدد هستیم برگزارش بکنیم، که در واقع چطوری بتونیم روی موضوعات جمعیمون که مربوط به مسائل امروز ایرانه، بتونیم با همین چیزایی، متدایی که من الان بهتون گفتم، با در نظر گرفتن همه اینا بتونیم روی موضوعات توجهمون رو بدیم، کار بکنیم، گفتگو بکنیم، ولی بدنمندانه، همراه با مکس، همراه با اینکه چند صدایی رو عادی سازی بکنیم، هم توی تجربه درونیمون، هم توی تجربه حضوریمون با کنار دیگران بودن، با استفاده از سیستم در واقع نظری های سیستمیک، فوکسینگ، اینا در واقع همه اینا طراحی شده و این هم میتونه یه ریسورس دیگه ای باشه برای دوستایی که حالا اینجا حضور دارم. به نظر میرسه که تا الان موندن، یعنی این موضوع براش جالبه، پس شاید بتونه یک در واقع مسیری باشه که ادامش از این طریق همراه بتونن بشن. من فنجا هم توی پاسخ دادم، بخشید. خیلی عالی، خیلی ممنونم از شکوفه جان، هم سپاسگزارم. خیلی سوال جالب و مهمی بود. من یاد یه جمله افتادم، یه جای خونده بودم نوشته بود که بعدن اولین پنجره‌ایه که شما با جهان ارتباط برقرار میکنین. یعنی هر روزی که صبحی که شما آغاز میکنین، اگه با اون بدنتون ارتباط بگیرین، یعنی روزتون رو درست شروع کردین. حالا مخصوصا روزهای ما که همش با جدال و گفتگو و تنش الان خب روبرو هست دیگه. سپاسگزارم. ما خب این جلسه یاد گرفتیم که مثل اینکه بحران امروز ما قبل از اینکه اصلا مهارت این باشه که ما نیاز داریم گفتگو در واقع داشته باشیم و مهارتش رو یاد بگیریم، قدم اول شنیدنه. مخصوصا تو این روزگاری که هر کسی سعی میکنه که صدای خودش رو بشنوه اول. شاید اولین قدم برای این که خیلی از رابطه هامون که این روزها ضعیف شده یا از بین رفته، برای بازسازیش این باشه که ما برگردیم به اون رابطه ها و به طرف مقابلمون نشون بدیم که آماده شنیدنیم، نیومدیم که قانعش بکنیم. سپاسگزارم از مهمان عزیزمون خانم مینا اورنگ و از همه شما حاضرین که همراه بودین امروز با ما. تیم وندا تلاش میکنه که این بستر گفتگو رو باز نگه داره. ما هر 2 هفته یک بار در واقع این اسپیس رو برگزار میکنیم. سعی میکنیم مهارت‌های گفتگو، شنیدن و ابزارهایی که فکر میکنیم امروز جامعه ایرانی نیاز داره که خودش رو به اونها در واقع مسلح بکنه به این ابزارها، اینها رو در واقع یاد بگیریم، تمرین بکنیم و برای همه شما عزیزان مفید باشه. آرزوی آرامش دارم برای همه شما و شما رو به خدای مهربان می‌سپارم.